درود از کابل. اینجا تلفیق فرهنگ‌های این سرزمین باستانی رو میتونیم ببینیم و لمس کنیم. بخش قابل توجهی از سفر من به کابل اختصاص داره. شهری که هزاران سال تاریخ بر دوشش سنگینی میکنه. کابل، شهر هزار چهره، در دل کوهستان‌های هندوکش آرام گرفته. ترکیبی از مدرنیته و سنت. مردمانی با چهره‌ای باز و نگاهی صمیمی. آقا نوید نگه داشت، گفت من شما رو دیدم تو فضای مجازی. دنیا آقا نوید دنیای کوچیکه. بله. دنیای کوچکیست و خیلی جالبه و واقعا اتفاقات باحالی میفته. جای شما در کابل خالی، لطف کردن و دارن منو تا مقصد میرسونن. سلامت، شما بزرگوارید. سلام علیکم. ماشین ایرانه. من از ایران اومدم، از تهران. با لباس سنتی، دستار یا پکول بر سر و لبخندی که گویی از دل تاریخ می آید. آی بانو بنشین برای زانو، غوغا بپا کن از آن نازهای کرشمه. کابل با تمام چالش‌هایش هنوز هم در خیابان‌هایش طعم زندگی دارد. اینجا دست فروش‌ها و آب میوه فروش‌ها نه فقط چهره‌ای از اقتصاد خیابانی بلکه بخشی از روح و نبض زندگی روزمره‌اند. اومدیم اینجا هندونه بخوریم. اونو بده. شما نمک میزنید رو هندونه؟ واقعا؟ آقا واقعا نمک میزنید به هندونه؟ خب هندونه که شیرینه. آقا این دوغی که میفروشن خب واقعا دوغ خوبیه. اون اولی چی بود ریختی داداش؟ این ماسته، بعد اینم دوغه، اونم سبزی. آره اسم سبزیش چیه؟ چی؟ بادرنگ. خوشمزه است. 10,000 تومان میارزه.